هفته هشتم پریمیر لیگ هم انجام شد. درست میگم بچه‌ها؟ هفته هشتم بود دیگه اگه اشتباه نکنم و لیورپول همچنان صدرنشین مونده. تبریک به آقا بهروز و آقا مجیر عزیز. بدون هیچ تعارفی که حالا کی اول شروع کنه کی دوم شروع کنه، در مورد این هفته صحبت ابتدایی خودتون خود مختار بپرید وسط بگید. آقا بهروز بفرم. من بگم باشه. سلام کنم. اول هفته خیلی باحالی بود دیگه، بازی قشنگ داشت، بازی مهم هفته هم داشت، چلسی لیورپول که خیلی کلی داشتیم قبلش من و محمد ترول، چون یه چلسی فن خیلی قدیمی و خیلی گیره. ولی یه نکته جالبی هم این هفته داشت. من اگه از لیورپول بخوام شروع کنم، لیورپول چلسی، کل ماحصل بازی لیورپول چلسی فقط همین میتونه باشه که آرن اسلوت و یورگن کلوپ یه تفاوت خیلی بزرگ دارن. یورگن کلوپ میگفت بازی زیبا در کنار نتیجه، اسلوت گفته نتیجه اگرم شد بازی زیبا. این یه شمشیر دولبه است به نظر من، چون ماهیت باشگاه لیورپول اینه که بازی قشنگ کنه، ولی خب اگه کنار همین بازی معمولی و بازی منطقی نتیجه بتونه بگیره، ما راضی هستیم. چه ایبی داره بابا، چلسی مورینیو با همین شرایط اومد قهرمان شد و اسمش ثبت شده به عنوان قهرمان. ما اگه بخوایم فقط به نتیجه، فقط بخوایم به بازی زیبا فکر کنیم، خیلی موفق نبودیم تو این سالا دیگه، فقط بازی زیبا کردیم و من الان راضی ام از شرایط. این درباره لیورپول بگم و بقیه رو بچه‌ها بگن دونه دونه. مجیر تو که حالا خودت هم لیورپولی هستی و صدرنشین هستید، صحبت کن. اگر خواستی در مورد بقیه تیم هم بگی بگو. مجیر رو فکر کنم از دست دادیم دوباره. آره فریز شده مجیر. خب تا مجیر برگرده به من یادین، فرهود تو بگو که احتمالاً در مورد سیتی هم حرف داری. اتفاقا من راجع به سیتی خب خیلی حرفی ندارم. آقا بهروز یه حرف خیلی قشنگی زدن، گفتن که بازی یعنی لیورپول یورگن کلوپو با لیورپول آرن اسلات مقایسه کردن. خب اون خیلی کار قشنگیه، ولی یه بخشی گفتن که بازی و نتیجه گرفتن. من فوتبال فن، یعنی من حالا هر تیمی بودم، من دوست داشتم بازی قشنگ بیشتر از تیمم ببینم. نمیگم نتیجه مهم نیست، نمیگم جام مهم نیست، اینا خیلی چیزای مهمیه. جام که آدم میگیره خیلی کیف میکنه، ولی من مثلا حاضرم آخر فصل یه امتیاز کمتر رو بگیرم، ولی توی کل فصل فوتبال رو که میبینم یه حس خیلی قشنگی بهم دست بده. نشم اتلتیکو مادرید، نشم رئال مادرید این فصل، نشم آرسنال نتیجه گرا. نه، من بیشتر دوست دارم فوتبال قشنگ ببینم. من تقریبا مثل آقای پپ گواردیولا فکر میکنم. پپ گواردیولا خب خیلی نتیجه میگیره، ولی مثلا ما کمتر شده ازش بیایم ببینیم توپو بده به یکی دیگه و نتیجه گرایی بخواد بازی بکنه. و همین، من خیلی صحبت خاصی ندارم. به نظرم همچنان اسلات لایق قهرمانی این لیگه و پپ اگر پپ نشد، البته اگر پپ و سیتی نشدن، لیورپول و آرن اسلات بگیرن، آرسنال هم ولش کنیم، چون به نظرم امسال هم هیچ کاری نمیتونن توی لیگ بکنن. خب آقا آرسنال هم عقب افتاده. من یه سوالی که داشتم، من لیورپولی حالا الان یادم رفته میذارمش که یه سال از خودت میپرسم فرهود، بقیه هم لطفاً جواب بدن حالا اگه حرفی داشتن در این مورد. آیا واقعا سیتی پپ بازی قشنگ میکنه؟ دیدم که دارم میگم، خیلی‌ها دارن میگن آقا این پاس برگرد، پاس شیفت کن، پاس ببر چپ یا راست، پاس حوصله سربر شده، مخصوصا جلوی تیمی که لو بلاک بازی میکنه و ضعیف هستن. یه تیم قوی مهره هجومی داره، قویه، لو بلاک بازی میکنه، تو ضد حمله میچربه. تمام مهره های دفاعی سیتی هم یهو میبینی دو تا بازیکن هجومیش میچربن. ولی یه تیم ضعیف وقتی لو بلاک بازی میکنه، سیتی عقب نشینی، بکوارد، زیبا نیست. خودت فکر میکنی واقعا اعتقاد داری که بازی سیتی پپ زیباست؟ ببین، سیتی پپ خلق موقعیتاش توی این فصل خیلی اومده پایین. یعنی ما خلق ناموقعیت داریم در واقع توی این فصل. بازی مقابل آرسنال، بازی مقابل همین وولفز که 2-1 بردیم، دقیقه 95 اون دقیقه 97 گل زدیم. ببین این نشون میده که یک جایی کار از طرف فنی ایراد داره. سیتی بازیکنای بدی نداره و خب یه دلیلی خیلی بزرگی هم هست، خب نبوده کوین دی بروینه است. ولی به نظر من با این حال آره سیتی قشنگ بازی میکنه. چرا قشنگ بازی میکنه؟
چون تیم مقابلش قشنگ بازی نمیکنه که سیتی نمیتونه قشنگ بازی بکنه. مثلا دارم میگم توی این چند ساله، توی این تقابل‌های اخیر سیتی با همه تیم‌ها فقط یک نفر خیلی قشنگ مقابل سیتی بازی میکرد، همیشه حتی اگه 3-4 تا گل هم می‌خورد، کسی که بهش میگفتن یورگن کلوپ، آقای معمولی، خیلی قشنگ مقابل سیتی بازی میکرد. یعنی نتیجه مهم همیشه بود براشون که توی کورس کم نیاره، خیلی خفن بازی بکنه. ولی خب میگم انگار با وجود بازی میکرد مقابل منچستر سیتی و خیلی راحت بگم تیمی که الان بخواد جلوی منچستر سیتی لو بلاک بازی نکنه 4-5 تا میخوره. خیلی ساده بخوام بهت بگم. خب پس مجبورن، من نمیگم لو بلاک بازی کردن کار زشتیه مقابل این منچستر سیتی ها، نه مثلا چه میدونم اتلتیکو مادرید و آلاوز مثلا بازی دارن، چرا بیایم توپو بدیم دست آلاوز بیاد فقط به ما حمله بکنه ما یه ضد حمله بزنیم، چرا؟ با اون خیلی مخالفم. ولی جلوی یه تیمایی مثل منچستر سیتی نه نیازه، اصلا چیز اشکالداری نیست. ولی اینکه کثیف همون لو بلاکو بازی نکنه خیلی خیلی برای من مهمه. چه میدونم نمیخوام اسم ببرم ولی اگه داوید رایا میاد توپو میگیره نخوابه رو زمین، آقا پاشو همون لو بلاک میخوای بازی کنی بازی کن، چه ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره. بسیار عالی. مجیر تو هم جواب بده، بعد در مورد لیورپول صحبت تو بکن که بعدش پاس بدی آقا بهروز در مورد آرسنال صحبت نکرده هنوز. آیا سیتی پپ زیبا بازی میکنه؟ نظر تو که لیورپولی هستی؟ ببین اصلا اول از همه، حالا اول که سلام خدمت همه بچهای بالکن. تو منو میشناسی مجتبی، من از هر نوع فوتبالی لذت میبرم. اصلا با این عقیده که فوتبال دفاعی مثلا فوتبال مثلا چه می‌دونم مردم پسند نیست، این حرفا نمیدونم کی این حرفا رو تولید کرده. آقا من الان این انتقاد مثلا به سیتی پپ دارم که وقتی شما مقابل آرسنال به این مشکل میخوری که مجبوری تا دقیقه مثلا 90 بگیری حمله کنی تا بتونی گل بزنی، مقابل وولز به همین مشکل میخوری. این مشکل تیم خودته، مشکل بازی بقیه تیم ها نیست که مثلا میان دفاع میکنن. خب تو نمیتونی اون دفاع رو بشکنی مگر با داوری. این درباره سیتی هم من صحبت دارم، بفرما فرهاد جان. یه چیزی بگم، ببین اینکه خب ببین سیتی پپ همیشه اونجوری بازی میکرده. خب من اصلا نمیخوام از سیتی رو دفاع کنم نه از پپ، من حرفم اینه که خب با سبک بازی اینه. خب سبک بازی بقیه جلوی منچستر سیتی تغییر میکنه و حقم دارن. با ما حق داریم ببینیم وقتی وولز یه دونه به ما میزنه تا دقیقه 95 94 دفاع بکنه، حق داره بابا. بودجه اونا کجا؟ بودجه سیتی کجا؟ سبک بازی اون کجا؟ سبک بازی این کجا؟ ولی من میگم اونی بازی رو جذاب میکنه. واسه من سیتی فن میگم این از چیزی، این از یه حرف یه سیتی فنه. خب کجا برای من جذاب میشه؟ اونیه که مارشو بیلسا میاد 7 گل میخوره ولی هنوز فلسفه خودش رو رعایت میکنه. نتیجه گران نیست. نمیگم آرتتا بیاد 7 بخوره، نه خیلی هم اوکیه، ولی با شرف فوتبال بازی بکنید. همین. سلیقه‌ایه دیگه. ببین حالا مجیر تو کامل کن بعدش به آقا بهروز. من چون اینترنت هم خیلی ضعیفه سعی میکنم کوتاه بگم. فوتبال یه بازیه که نتیجه همه چیز رو تعیین میکنه. شما هر کاری کنی در نهایت نتیجه میگه که شما خوب بازی کردی یا بد بازی کنی. اصلا بگو شما یک موقعیت داشته باشی، بازی سلتیک بارسلونا رو یادتونه دیگه که اون بازی سلتیک برد. آقا سلتیک اون بازی خوب بازی کرد، حالا کاری نداریم دروازه‌بان همه توپا رو گرفت و نمیدونم کلا سلتیک یه شوت داد، سلتیک خوب بازی کرد. اصل فوتبال همینه که تو یه دونه شوت بزنی همونم گل کنی دیگه. به نظرم بقیه چیزا همیشه میشه بهونه. اما من درباره لیورپول فعلا نمیخوام صحبت کنم، ان شاءالله یه ویدیو جداگونه، چون با توپ پر اومدم درباره سیتی صحبت کنم. تنها حریف لیورپول این فصل همون حریفی که پارسال داشتن، نه سیتی نه آرسنال، داور. همون چیزی که قهرمانی پارسال از لیورپول گرفت داور، نه نوش نوش نکن، همون چیزی که قهرمانی پارسال از لیورپول گرفت کجا؟ همون بازی با تاتنهام، گل لوئیس دیاز، همونجا ما قهرمانی رو دادیم رفت. امسال هم همون بلا رو دارن سر ما میارن، مونتا نمیتونن جلو خود تیم وایسن که جلوی بقیه تیم یعنی به نفع بقیه رقبا دارن میگیرن. بازی چلسی لیورپول همون خطایی که روی توسین گرفتن و کارت زرد گرفت توسین، همون خطا رو سالیبا اخراج شد. این نمیدونم مشکل با ماست یا مشکل با آرسنال، حالا اینو میذاریم کنار. گل منسیتی قطع به یقین آفساید بود، قطع به یقین یا آفساید بود. مشتاق تو خودت فوتبال بازی کردی،
جلوی دید دروازه‌بان برناردو وایسی به سیلوا هر متر نحوی قدش بعد توپو آفساید. زده زاویه اینور، یعنی اصلا اینور برناردو سیلوا نبوده. من عکس گلو میذارم مخاطبا بگن. تو صحبتت رو کامل کن، داریم جلسه می‌زنیم سیتی فنا. تو وقتی من تو من گلر وای میستی گلر رو یارگیری میکنی، این اصلا اولا که همونجا خطاست، اصلا کار دیگه به بقیه‌اش نداریم. شما رو خط دروازه وایسید من تو من گلر وایسادی. دو، موقع شوت بازیکن اصلا کار ندارم سرش آورده پایین، جلوی گلره، سد راه گلره، هم سد راه هم سد زاویه دیده. همچین گلی رو از لیورپول یه بار آفساید گرفتن، اونم از شوت پشت محوطه لیورپول شوت کرد، ولی چون یک بازیکن تازه 2-3 متر هم با گلر فاصله داشت، توی زاویه دید گلر بود، آفساید گرفته شد. خیلی واضحه، قانونای ابتدایی فوتباله. من نمیدونم چجوری همچین صحنه میره وی آر ولی باز دوباره برمیگردونه. بسیار عالی. آقا بهروز، شما در مورد صحبت‌ها خیلی چرخیدش. شما در مورد صحبت‌های مجیر فرود، حالا من اگه صحبتی دارید بفرمایید کامل کنید، بعدش هم حالا اگه در مورد آرسنال نظری دارید. کورس همین الانش کورس رفته کنار، حالا ببینیم در ادامه کامبک میزنه به کورس یا نه. درباره اینکه اول سوال کردین سیتی قشنگ بازی میکنه یا نه، اینو بگم که اصلا سبک سیتی و سبک گواردیولا مبتنی بر همین پاسای پشت سر همه و اینکه میگی تیمای مقابل با شرف بازی کنن و این حرفا مال کتاباست. این حرفای قشنگی که تو فوتبال جواب نمیده. هر تیمی دارایی خودش رو داره، با توجه به دارایی خودش میاد نتیجه میگیره. اگه قرار بود یونان 2004 با شرف بازی کنه، هیچ وقت قهرمانی تو کارنامه‌اش ثبت نمیشد. این بخش اول صحبت. یه مثالم براتون بزنم. جام جهانی 1998 مقدماتیش پلی آفش ایران با استرالیا بازی کرد. شما برید 2 بار 3 بار اون بازی رو ببینید. ایران کثیف‌ترین بازی رو از نظر هواداری استرالیا کرده و با غیرت‌ترین بازی رو از نظر هواداری ایران. تیمی که برده و بالا رفته مردمش عشق کردن. اوکی؟ فوتبال همینه. قرار نیستش که ما بگیم که آقا از دید شما مثلا این تیم مقابل سیتی مثلا اومده بد بازی کرده، اونها خودشون عشق کردن. آقا ما اومدیم 90 دقیقه جلوی سیتی ایستادیم، نتیجه گرفتیم. مثلا کاری که رئال کرد و رئالیا رفتن قهرمان شدن پارسال. و خود گواردیولا این کارو برابر اتلتیکو مادرید تو ورزشگاه اتلتیکو کردش 2 سال پیش. یادتونه دیگه، بازی که کلا اتلتیکو داشت حمله میکرد و من سیتی ما ضد فوتبال، به قول ما ضد فوتبال، ولی داشت فوتبال بازی میکرد و نتیجه گرفت. یه جایی اینجوری فوتبال قرار نیست همش اون بازی جذاب ببینید. بازی جذاب مال موقعی بودش که فوتبال هنوز صنعتی نشده بود و این همه داورا و بت و همه چیز تو فوتبال چنگ ننداخته بودن. تو باید با همه چی مقابله کنید دیگه. تو فوتبال امروز فقط تیم مقابل نیستش. این بحث اول بود. در مورد آرسنال یه چیزی در مورد فوتبال بهتون بگم. الان فوتبالی که ما داریم امروز می‌بینیم، همه میگن پست 10 از توش حذف شده، پست 10 از توش حذف شده، فوتبال جذابی نیست. ولی تیمایی که موفقن تیمایی که پست 10 دارن. دی بروینه پست 10 منچستر سیتی، مارتین اودگارد پست 10 تیم آرسنال، بلینگام پارسال پست 10 تیم رئال مادرید و قبل از اون مودریچ سالها پست 10 بازی می‌کرد. یعنی با خیال راحت یه خط جلوتر از کروس و کوتینیو موقعی که داخل اصلا لیورپول بازی می‌کرد. ببینید تیم‌هایی که پست 10 داشته باشن اتفاقا خوب پست 10 از فوتبال حذف نشده، پست 10 از تیم‌های پایه حذف شده. وگرنه تیمی که پست 10 داشته باشه همچنان موفق خواهد بود تو فوتبال امروز. و این چیزی که پپ گواردیولا بیشتر از هر کسی میدونست و فقط رو تیم‌هایی میرفت که بتونن پست 10 جذب کنن. و الان که دی بروینه داره میره از منچستر سیتی، من چند وقت پیش به شما گفتم گواردیولا هم فهمیده که نمیتونه به اون سرعت کاری از پیش ببره. پست 10 و مهمتر از اون برای منچستر سیتی پست 6. رودری رو از دست دادید، بازیکن باکس تو باکستون رفت، بازیکن پست 10 تون رفت و حالا سیتی خورده به همون مشکلی که من بهتون 2 هفته قبل گفتم. دی بروینه مصدوم است، تا فردا خواهم گفت. تیم پپ گواردیولا بدون بازیساز برابر ولورهمپتون هم مشکل میخوره، چه برسه به تیم‌های بالای جدول. این یه چیز واقعیه. حالا ما هر چقدر بخوایم بگیم که آقا این دفاع میکنه، پاس یه کلیپی هست که مشتاق قطعش کن، میگه اینو دادم به این، اینو دادم به این، اینو دادم به این، آخر سر وصل میشه به منبع دیگه. دقیقاً دی بروینه اون بازیکنی بود که پاسا رو که میدادن این پاس آخر میداد. شما اصلا کل پاسای قبلش هم بخواید حذف کنین، دی بروینه از وسط زمین یه پاس قوسی میداد، تو میرفت دست مهاجم نوک میزد تو گل. الان وقتی پست 10 نداره منچستر سیتی، تازه میفهمیم که این تیم چقدر مبتنی بر پست 10 بوده، بیشتر از گواردیولا. چون من گواردیولا خیلی قبول دارم، مربی فوق العاده ایه، ولی میخوام یه نقدی بگم. الان این فصل گواردیولا با مصدوماش اگه بتونه قهرمان بشه خیلی کار خفنی کرده به نظر من. قهرمانی‌های قبلش رو من میخوام یه بررسی کنم. الان خیلی شاید بگم این چه حرفی، ولی یه چیز منطقی میگم، شما هم گوش کنید. بارسلونایی که گواردیولا در اختیار گرفت، بارسلونایی بود که قبل از اون ژاوی و اینستا رو داشت
و در کنارش بوسکتس و گواردیولا آورد بالا به عنوان پست 6 و مسی رو داشت و فوق العاده اون تیم اوکی بود. خب وقتی میگم اون تیم اوکی بود چون بعد از گواردیولا هم آقای لوئیز انریکه هم که مربی فوق العاده خفنی نیست، مربی خیلی خوبیه ولی نمیگم مثلا هیچ وقت طرف نمیگه این دو تا مربی برتر دنیا، اومد همون تیمو خیلی راحت قهرمان کرد، قهرمان همه جام ها کرد. قبل از اون هم رایکارد تونست قهرمان کنه. این که هی میگن آقا در مورد بارسلونا و در مورد بارسلونا گواردیولا که اون فصل اصلا داوری با چلسی هم که اصلا کاری نداریم، مثلا اونم ندید میگیرم هیچ. این بحث اول. گواردیولا رفت داخل باشگاه بایر مونیخ، داخل باشگاه بایر مونیخ کلوب تونست مچش یه بار بخوابونه و این فهمید که داخل بایر مونیخ اون فلسفه‌ای که دوست داره و اون پست 10 که رد کرد، تونی کروز موقعش پست 10 شون بازی میکرد، وسط نبود، اونو که رد کرد دید من اینجا مشکل خوردم که برم من سیتی رفتش همون اول بازیکنایی که می‌خواست براش خریدن، دمش هم گرم، تیم خودش چید. دی بروینه اون موقع داخل وولفسبورگ بی‌نهایت عالی داشت بازی میکرد. ببین دی بروینه میخوام یه چیزی بهتون بگم، اون موقع وولفسبورگ بازیکنش مثل باسدوس، یه مهاجم به شدت کند و معمولی، میدونی چند تا گل اون فصل زد و دی بروینه بهش پاس گل داد؟ یعنی شما دی بروینه رو داشته باشید. کلامت اصلا اون ببخشید میونه کلامت اون رکورد داره، باستوسی رکورد داره که بیشترین گل با تک زد. ببین این صاحب کوین دی بروینه باعث شده که این صاحب این رکورد بشه، بازیکنی که بیشترین گل رو با یه ضربه، یعنی چجوری لقمه گذاشته تو دهنش و تبدیل به گل کرده که صاحب رکورد شده و اصلا فصل فوق العاده ای داشت کوین دی بروینه. آره و همون باستوس رو ببینید مثلا تو تیم ملی هلند آمار زیاد جالبی نداره، اصلا آماری نداره، آمار خفنی نداره. واقعیت اینه که گواردیولا علیرغم اینکه مربی خیلی بزرگه، منم خیلی قبولش دارم، مثلا اگه بگی مربی بزرگی نیست مثلا به شعور خودت توهین کردی، ولی نیازمند ابزار اصلیش که پست 10 است، نیازمند این قضیه است و نداره. آرسنالی که امروز شما میبینید به این روز افتاده چون مارتین اودگارد مصدومه اینجوری شده، چون پست 10 رو نداره. شاید بتونن جایگزین ساکا رو پیدا کنن ولی پست 10 کجای فوتبال الان اروپا است؟ الان تنها بازیکنی که میتونه پست 10 بازی کنه با اینکه پستش پست 10 نیست پالمره. پست 10 هم نیست ولی داره پست 10 بازی میکنه، خیلی قشنگ هم داره بازی میکنه و چلسی رو از اون وضعیت نچندان جالب داره به ثباتی میرسونه. پالمر پست 10 هم هستش که رونالدینیووار بازی میکنه، یعنی هم خوب گل میزنه، هم تکنیک داره و هم پاس گل میده. این نکته در مورد این صحبتی که کردید. و اما شما خیلی زود آرسنال رو کنار زدید. اینو در نظر بگیرید که منچستر سیتی امتیاز از دست خواهد داد این فصل. از این بازی با ولورهمپتون من حس می‌کنم منچستر سیتی امتیاز از دست خواهد داد به نظر من، نظر شما رو نمیدونم. این یه بخش. تیم آرن اسلوت شمشیر دولبه است، همیشه گفتم دفاعش مشکل داره. همین چلسی دیروز میتونست از ما امتیاز بگیره، خودمونیم دیگه. من با ما لیورپولی انکونکو یه توپ رو خط نزد، تو از زیر پاش در دقیقه آخر دفاع ایست کرد، توپ رد شد، این زد تو آت، اصلا به پاش نخورد، این توپ گل میشد داستان عوض میشد دیگه. و اینم میخوام بهتون بگم که الان همه چیز گل و بلبله، چون میگم مسئله چون حل شود آسان شود. بازی لیورپول فعلا خدا رو شکر رو دور برد و منم دارم حالش رو میبرم، ولی لیورپول یه کوچولو اوضاعش وخیم بشه، یکی دو تا باخت بده، ماهیت باشگاه لیورپول گفتم بازی زیباه، بازی جذابه، هوادارا فشار میارن به تیم. 2 هفته نتیجه نگیره این مدیر میاد میگه این آرن اسلوت رو میبینی این اومده برخلاف باشگاه ما حداقل نتیجه نمیگیره، بازی قشنگ هم نمیکنه و دلتنگی‌ها برای کلوب شروع میشه. واقعیتی دارم خودم میگم، مثلا لیورپولی هم دیگه. واقعیت اینه که آرسنال خیلی فرصت خواهد داشت که برگرده به این کورس و برعکس آرسنال که به نظر من اتفاقاً تیمی که با ثبات مثل منسیتی هم اتفاقا تیم با ثباتیه، لیورپول هنوز داره مثلا آزمون و خطا میکنه. مثلا اومده این فصل خیلی خوب اوکی داره کار میکنه ولی هنوز دفاعشو نتونسته ترمیم کنه که این واقعا منو میترسونه. ما داریم از مثلا داریم گل نمیخوریم ولی اون بازی که گل میخوریم کارمون گره میخوره. مثلا همین بازی با چلسی واقعا کارمون گره خورد دیگه. چلسی حمله کرد، فشار آورد واقعا و خوش شانس هم بودیم یه مقدار. من منطقی دارم میگم. و در نهایت به نظر من آرسنالی که انقدر زود کنارش گذاشتین آخر فصل میاد قهرمان میشه، چون الان مارتین اودگارد بالاخره دیر یا زود برمیگرده. آقا دمت گرم، یعنی همین به تنهایی این بخش از صحبتات خیلی کامل بود، کل هفته رو درو کرد. بعد از شما من جنبندی میکنم، بعدش فرهود اگر چیزی تا الان مونده که حرفی داری که تا الان نگفتی بگو، حالا میخوای نتایج بخون جدول رو بگو. آقا مجیر شما بعد از فرهود همینطور، بعدش حالا آقا بهروز هم جنبندیشو بکنه، من خداحافظی کنم دیگه. از الان چرخه رو گفتم. یک، منچستر سیتی، این حرفای پایانی منه. منچستر سیتی این فصلی که 8 هفتهش گذشته 4 تا بازی 1-0 عقب بوده و کامبک زده. قشنگ نه فقط بازی با وولفز، از بازی با وولورهمپتون فقط نمیشه این نتیجه رو گرفت. کل فصل داریم نگران کننده بازی میکنیم.
پس تیم مطمئنی نیست. منچستر سیتی رفت کنار. لیورپول آرن اسلوت هم هنوز که هنوزه دارم حساب میکنم روی اینکه فصل اولشه. مربی‌ها توی فصل اول، اونم مربیایی که تجربه آنچنان زیادی ندارن، نمیتونن تو پرمیر لیگ نتیجه بگیرن. اونم مربی که واسه یکی دو تا خریدم به زور کردن. اینم از این. حالا مجین میگم این آخری رو بگم. من حالا گفتم آرسنال کورس رفته کنار، اما فعلا گفتم احتمال کامبکش هم گفتم. اما آرسنالی که 2 فصل جنگیدن تو پی ال رو یاد گرفته و به اسکواد تکاملی یافتش رسیده رو باید ازش ترسید و من هم پشت دست آبروز میگم احساس میکنم آرسنال متاسفانه علیرغم میل باطنیم احتمالاً آرسنال قهرمان بشه. من حرفم همین بود. مجیر تو اصلا می‌خواستی چالش بگیری، خودت بگو، جنبندیت هم بکن، بعدش فرود صحبت کنم. فرود جان ببخشید با اجازه. ببین من اتفاقا برعکس این حرفی که زدی و قبول دارم. اون چیزی که ما از امثال سولشر دیدیم، از امثال کونته دیدیم، مربیایی که فصل اول میان تو لیگ برتر خیلی ناشناختن هنوز، مثل به قول معروف هندونه در بستن و اتفاقا اون فصل اولشون خوب نتیجه میگیرن. خیلی عجیبه برام. سولشر هم یه مقدار وارد همچین داستانی شده احساس می‌کنم، یعنی فعلا هنوز کسی خیلی باش آشنا نیست. ممکنه از نیم فصل قضیه عوض شه، ولی در حال حاضر یه هندونه در بسته است که هیچ تیمی فعلا نمیدونه باید چیکار کنه با تیم آرن اسلوت. اینم من بگم آرن اسلوت ارشه دهن منو سرویس کرد که بگو آرن اسلوت. بعد درباره تیم آرن اسلوت این حرفو دارم، ولی درباره آرسنال من هنوز خیلی احساس میکنم که اون آرسنال یعنی اقتدار کافی رو برای اومدن به جمع قهرمانان نداره هنوز. یعنی اون میگم احساس میکنم اون منتالیتی که تو تیم حکم فرماست، اون منتالیتی قهرمانی نیست همچنان. من حرف دیگه ای ندارم. فرهود جان هرچی هست بفرم. من فقط میخوام یه مثال بزنم واسه حرفای آقا بهروز، بعدم که خب یه جدول بخونم ستای اولو و بریم تمامش کنیم. آقا بهروز فینال CL نه رودری بازی کرد، دی بروین هم که وسطش مصدوم شد، سیتی اون بازی رو باخت. همین میتونه یعنی کل حرف منچستر سیتی واسه این چند سالی که خب نبود دیگه، یعنی قهرمانی نتونست بگیره چون نه خلق موقعیت درست میکرد نه توپا رو میزد تو گل. چلسی هم که خب افتاده بود تو دفاع. و من یه جدولم بخونم. لیورپول اوله با 21 امتیاز و ادامه‌ش هم بخون تا پنجم ششم برو. تاپ 6 رو بگو. اصلا تاپ 6 رو بگو. تاپ 6 رو میگم. چشم. تاپ 6 که یعنی تاپ 6 رو بگو که یونایتد 11. تاپ 6 جدول رو دارم میگم، بیگ 6 رو نه. تاپ 6 جدول همون 6 تیم اول. بیگ 6 گاینه بعد رتبه 11 ام بخونی یه نیم ساعت وقتمون پر میشه. لیورپول اوله ماشاءالله و قهرمان امیدوارم چون سیتی میدونم قهرمان نمیشه با 21 امتیاز. منچستر سیتی هم با 20 امتیاز دوم جدوله و آرسنال هم با 17 امتیاز سوم جدول. استون ویلا هم 17 امتیاز، آرسنال با تفاضل بیشتر بالاتره. برایتون با 15 امتیاز، به نظرم خیلی فصل خوبی داشته برایتون. و چلسی هم 14 امتیازه و نظر خیلی خاصی ندارم. همچنان معتقدم که لیورپول هم قهرمان میشه. خیلی مخلصیم. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. میدونم مشابه بعد این حرف منو میکشه ولی گفتم اینم بگم. خیلی مخلصیم و خدا نگهدار. جنبندی نداشتی آقا بهروز؟ الان میگم جنبندی رو. خب وایسا اینو من تعجب کردم. جنبندی رو بگو. چون فرود خدافظی کرد فکرم تمام شد. نه بگو. میندازیم آخر. دو تا نکته. هفته دوم لیگ ایتالیا بود، ما با هم صحبت کردیم. گفتم فقط میدونم که ناپولی این فصل قهرمان میشه و الان ناپولی تکلیفش رو معلوم کرده چون کنته بلد لیگ ایتالیا دیگه. اون موقع ناپولی ته جدول بود فکر کنم، تازه شروع کرده بود، بازیش هم باخته بود. ناپولی این فصل قهرمان ایتالیا میشه به احتمال زیاد، یا اگه قهرمان نشه تا آخرین هفته تو کورسه چون کنته بلده تو لیگ ایتالیا بازی کنه. آرتتا تو لیگ انگلیس بلده بازی کنه خب، ولی بلد نیستش که اون جاهایی که باید انعطاف به خرج بده. مثلا امسال یه دونه جرقه قشنگ ازش دیدم تو بازی با سیتی انعطاف به خرج داد، فوتبال روون و هجومی خوش کنار گذاشت، وقتی در نفر شد اومد دفاع کرد، نتیجه گرفت. آقا درست بازی مساوی شد، ولی خب این مساوی خیلی امتیاز مهمی بود تا اینکه بیاد از سیتی ببازه. آخر فصل اختلاف یک امتیاز نیست، اختلاف میشه 6 امتیاز، 3 امتیاز این بر اون میگیره، 3 امتیاز این عقب میفته. این یه بخش مهمیه.
و حس میکنم که آرسنال توی لیگ انگلیس با توجه به شلختگی عجیبی که دارم از همه تیم‌ها میبینم، اگه یک کوچولو تو 2 هفته آینده به خودش بجنبه میتونه قهرمان بشه. اگه تو 2 هفته آینده نتونه به خودش بجنبه، دیگه داستان فصل‌های قبل و تکرار مکررات و آرمانینو و تیمشون احتمالاً همچنان انتظارشون طولانی‌تر میشه. ولی هنوز هم ته دلم نمیدونم چرا، با اینکه دوست دارم لیورپول قهرمان بشه، ته دلم اینه که آرسنال قهرمان میشه و حس میکنم آرسنال ثبات بیشتری برای قهرمانی داره، چون اودگارد برمیگرده، انقدر مسئولیتش طولانی نیستش. کلیت حرف من این بود. امیدوارم که فصل خیلی خوبی داشته باشیم، چون فعلا دارم لذت میبرم از لیگ انگلیس. خودش هفته‌هاش قشنگه و دوست دارم وقتی فوتبال قشنگ میبینم و اینکه من به فوتبال دوباره برمیگردم میشینم پای تلویزیون، به شدت لذت میبرم. دم شما گرم.